تو 3 هفته گذشته بیشتر از 35 تا پیغام داشتیم که ما دلمون میخواد وارد رابطه شیم، نمیدونیم از کجا پیدا کنیم شخصی که دنبالش میگردیم و اصلا چی بهش بگیم که وارد رابطه شیم. از دانشجو تا دکتر داشتیم، 3 تا وکیل داشتیم و یه مورد بود که گفته بودم من چون تحصیلات ندارم کسی با هم وارد رابطه نمیشه. امروز یک بار برای همیشه میخوایم کل این قضیه‌ای که چجوری وارد رابطه بشیم و چی کار کنیم و ببندیم. مهمون امروزمون هم خانم آرزو ایلخانی، روانسنج و واقعیت درمانگر هستن. خانم ایلخانی، چی کار کنیم وارد رابطه بشیم؟ چقدر سخت پیدا کردن کیس مناسب؟ نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، چون که ما خیلی کسا رو داریم که پزشک 35 ساله است، یه آقای مهندس 40 ساله، یه دانشجوی 25 ساله، یه دختر 18 ساله و همش نگران اینه که من نمیتونم وارد رابطه بشم و اگر وارد رابطه میشم بلد نیستم چجوری اینو ادامش بدم. امروز هدف ما اینه که میخوایم یاد بدیم که چجوری یک رابطه عاطفی رو شکل بدیم، یک رابطه عاطفی خوب، پایدار و طولانی مدت بتونیم داشته باشیم. و یه منظور ما از رابطه عاطفی یک رابطه هدفمنده، چون که بعضی‌ها یک رابطه رو اشتباه میگیرن، فکر میکنن که هر کس که میتونه مخ یکی رو بزنه آدم موفقیه. دیدی که مخشو زدم، دیدی رفتم مهمونی، دیدی چجوری تونستم که مخ دختره رو بزنم الان وارد رابطه شدم. فکر میکنه که رابطه فقط همینه، بتونه تو 30 ثانیه مخ بزنه و دیگه اصلا بلد نیست چجوری رابطه رو شکل بده. افراد مخزن افرادی هستن که خیلی مهارت‌ها رو تو رابطه ندارن، دنبال یه رابطه کوتاه مدت، بی هدف و غیر مسئولانه هستند. مسئولیت اون رابطه رو نمیتونه بر عهده بگیره و بعد در ادامه میبینیم که تروماهای، آسیب‌های روانی رابطه به وجود میاد که بعداً خودش یا اون خانم هی مراجعه میکنه، میاد و وقت درمان میگیره که رفتم توی رابطه و حالم بده. پس ما اصلاً به این نوع دسته رابطه کاری نداریم و در مورد این افراد نمیخوایم صحبت کنیم و اگه لازم بود نشانه هاش رو میگیم که این افراد چه ویژگی هایی دارن. حواستون باشه تو رابطه زنگ و آلارمش رو برای خودتون روشن کنید که اگر تو آدمی نیستی که نمیخوای توی رابطه کوتاه مدت و موقت باشی، با این افراد وارد رابطه نشی. خانم میخوام ببینم اون نشونا رو همینجا بهمون میگی، اینجوری تشخیص بدیم یه نفر اومده که مخمون رو بزنه. پس میخوایم نشونهای افراد مخزن رو یه دور بررسی کنیم. بچه‌ها حواستون باشه، ببین حواستون باشه، افراد مخزن تو رابطه چند تا ویژگی دارن. یکی این که میاد جلو، او ببین با چشم و اشاره، او چه دختری، چه تیپی زدی. بعد مثلا شماره‌تو میتونم داشته باشم، خیلی بی پرده، بی هوا، حد نداره، مرز نداره، استاندارد نداره، اصلا حواسش به نوع کلمات و گفتگوی دو نفره که طرف مقابل من کیه و قراره اون خانم یه حد داره، یک مرز داره، به حد و مرزهای دیگران احترام نمیذاره و بعدش ممکنه که مثلا تو داری مثلا تو خیابون داری راه میری میفته دنبالت. خانم میتونم وقتتون رو بگیرم، تو یه بار بهش میگی نه، باد میفته دنبال تو، به حد مرز تو نمیتونه احترام بذاره. شما توی یک فضایی میرین، مثلا از طرف دانشگاه شما میبرن یک کمپ ورزشی آموزشی، میرین مثلا میرین یه اردوی ورزشی آموزشی، اونجا با یه آقا آشنا میشین، بعد طرف میبینه که هم هدف شماست و میگه که میشه مثلا وارد رابطه بشیم، شما قبول میکنید. بعد میبینین که اولش خیلی خوبه، رابطه همیشه اوکی، توجه داره، زنگ میزنه، تماس میگیره، بعد از یه مدتی کمرنگ نه زنگ میزنه نه تماس میگیره و به شما چی میگه؟ وقت ندارم، سرم شلوغه، نمیتونه مسئولیت رابطه رو بر عهده بگیره. و بعد اینکه بعد از یه مدتی میگی که فقط پنجشنبه و جمعه برای من وقت داره، وقتی که میخوام این طبیعت گردی. میگم کجا آشنا شدی؟ تو کمپ فلان. میگم که خب این هدفش بوده که فقط یه دونه پایه میخواست پیدا کنه که آخر هفته باش بره طبیعت گردی، ولی برنامه رابطه نداشته. بعد میگم که چند وقت تو این رابطه هستی سارا خانم؟ میگه من الان 1 سال و نیم تو این رابطه هستم. میگم که فقط پنجشنبه جمعه باش میری طبیعت گردی، کوهنوردی؟ میگه آره. میگم در طول هفته هیچ رابطه‌ای نداری؟ میگه نه، گاهی اوقات جواب تلفن میده، گاهی اوقات جواب مسیج میده، گاهی اوقات و همش نشون میده، جوری نشون میده که من خیلی شلوغم، من خیلی بیزی هستم. میگم که خب این اصلا دنبال رابطه نبوده، این دنبال یه دونه پایه بوده که برای طبیعت گردیاش با تو بیا طبیعت گردی، پس دنبال رابطه نمیگشته. ما میایم اینا رو نمیدونیم، چون بلد نیستیم، حدمون رو نمیشناسیم، نمیدونیم تو رابطه دنبال چی میگردیم، فقط سرمون ببخشید میندازیم پایین.
با من دوست میشی؟ آره. بریم تو رابطه؟ باشه. میریم وسط رابطه. بعد 1.5 سال از این رابطه میگذره، بعد حالم بده. مثال دوم، رفتیم توی مهمونی، پسر میاد میگه که چقدر تیپت قشنگه، بعد شماره‌تو میتونم داشته باشم؟ اونم شماره‌شو میده چون گفته چقدر تیپت قشنگه. بعد اون شب میشه یه گپ و گفتی هم داریم و بعد میره وارد رابطه میشه. دوباره پسر در دسترس نیست، یه روز هست یه روز نیست، یه روز وقت میذاره یه روز وقت نمیذاره. بعد از یه مدت میگذره، بعد اومده مشاوره، دوباره سارا حالش بده. میگم سارا چی شده حالت بده؟ میگه که اینقدر رابطه خوبی داشتم که نمیدونم چرا الان به اینجا رسیده. میگم چند وقت رابطه داری؟ میگه 7 سال. میگم چجوری رابطه 7 سال الان به اینجا رسیده؟ میگه همه کار برام میکرده. میگم مثلا چه کار میکرده؟ پول بهم قرض میداده. علی آقا پول بهش قرض میداده، چون بهش پول قرض میداده خیلی رابطه خوبه. میگم دیگه چه کار میکرده؟ میگه هیچ کار. میگم که تو رابطه چی میخواستی؟ میگه محبت میخواستم، عشق میخواستم، دلم میخواسته که با هم دیگه گفتگو کنیم، بعد با هم دیگه بریم سفر، با هم دیگه مثلا بریم مهمونی، بریم سینما، فیلم نگاه کنیم. میگم وقت بذاره. اینا رو داشتی تو رابطه؟ میگه نه میخواستم ولی نذاشته. میگم خب چرا 7 سال تو رابطه بودی؟ میگه اینقدر جذاب بوده برا من فلان دانشجوی فلان شهر بودم، تو ساری دانشجو بودم، بعد ایشون ساکن همدان بودن. آخر هر هفته باورت نمیشه میومد سوار ماشینش میشد برای که فقط منو ببینه، از همدان حرکت میکرد میومد ساری که منو ببینه. میگم که خب، میگم که چون خیلی دوستت داشته؟ میگه آره. میگم رابطه جنسی داشتین؟ میگه آره رابطه جنسی داشتیم. میگم خب عزیز من، اون که نمیاد تو رو ببینیم، ما تو رابطه جنسی داشته با تو و 7 سال این فقط پول قرض میداده، رابطه جنسی میگرفته. میگم که تو توی رابطه بودی داشتی باج میدادی دیگه. اون آدم مخ تو رو زده برای اینکه رابطه جنسی رو دریافت کنه. اون آدم یه آدم مخزن بوده، مسئولیت نداشته. میگی که بهش بارها میگفتم که حالم بده، میام با هم بریم بیرون صحبت کنیم. میگه من وقت ندارم که من کار دارم. بهش میگم که مامانم فلان اتفاق افتاده، من باید برم بیمارستان، ماشینم خراب شده و مثلا چه کاری میتونم الان انجام بدم؟ میگم الان اصلا به من وقت ندارم، نمیتونم جواب تو بدم. یا اینکه حتی پیشنهاد نمیدی، میخوای ماشینمو بهت قرض بدم، مامانتو میخوای ببری دکتر، یا میخوام همراهتون بیام. هیچ کدوم از اینا خبری نیست. هیچ مدل، هیچ چیزی توی این رابطه وجود نداره. اون آدم مخزن به یه نیتی، یا دنبال یه پایه درسی میگشته، یا دنبال یه پایه میگشته پروژه‌اشو ببره جلو، یا اون خانم یا اون آقا یه سری مهارت‌ها داره. یعنی چی؟ یه آقایی بود، یه آقا آرشی ما داشتیم تو جلسات مشاوره، میگفتم که چرا به این خانم خیانت کردی؟ میگفت که من تو اداره مالیاتی کار مالیاتی شرکتم گیر کرده بود، رفتم با اون خانومه دوست شدم که کارهای مالیاتی منو انجام بده و خیانت کرد. اینا آدمای مخزن هستن، آدمایی هستن که میرن تو رابطه باج میدن، مثلا 2 تا مسیج میده، میرفته اونجا برای خانم 2 ساعت ست میبرده، 2 اتکلون میبرده، اون خانم هم زیر میزی کاراشو انجام میداده. و بعد اینها علائم آدمهای مخزن هستن که مسئولیت پذیر نیستن، مسئولیت گریز هستن، آدمایی هستن که با چاخان کردن و لاف زدن و یه سری اصطلاحاتی که ما بهش میگیم که خانم فکر کنم بهش میگن لاس زن، کسایی که انگار لاس میزنن یا یه ذره حولن. این چیزایی که میگیم دقیقاً منظورم همین آدم‌ها هست و در جامعه همه، یعنی در عموم این آدم‌ها رو با این عنوان میشناسن. خانم میخوام ببینم یه کسی که مخزنه، یعنی دقیقاً این موقعیتی که شما میگین رو داره، اینو کلاً نمیشه باهاش تو رابطه رفت، اینو چیکار باید بکنیم؟ آخه این مدلی که شما میگین از یکی تعریف میکنیم، خب اگه یه نفر بخواد وارد رابطه طولانی هم بشه ممکنه بیاد تعریف کنه، یا میخوام ببینم اصلا کلا بذاریم کنار هر کس از اون تعریف کرد. و بسیار نکته جذاب و جالبی پرسیدین علی آقا که مطمئنم الان خیلی از مخاطبین ما این سوال تو ذهنشون شکل گرفت. در موردش الان توضیح میدم. بچه نگاه کنین، ما منظورمون از تعریف کردن چجور تعریف کردنیه. مثال اول، الان آقا آرش با سارا خانم توی مهمونی هستن. آقا آرش از سارا خانم خوشش میاد، میخواد بره نزدیک بشه و با سارا خانم صحبت کنه، نگاه کنه بر روش و قیافش و تیپش و یه چیزی که براش واقعا جذابه. مثلا میاد جلو آقا آرش میگه که سارا خانم چقدر این شال آبی به صورتتون میاد، چقدر برازنده تونه رنگ آبی. این با این جمله میتونه شروع کنه. بعد جمله بعدی میتونه بگه که من از دوستای آقا ایمان هستم، شما از دوستای آقا ایمان هستین. بعد اون میتونه شروع کنه دیگه، این بحث صحبت باز میشه. خیلی عمومی و خیلی شمرده و وقتی
وقتی آدم مخزنی چه دختری، چه لباسی، ببین حتی فیس لنگویج، بادی لنگویج، آی کانتکت اون آدم کاملا متفاوته. اون حس امنیت رو به آدم نمیده. این مدل بله دقیقاً این مدل حس امنیت رو به آدم میده، مثل یه آدم با پرستیژ که شخصیت داره، حد داره، مرز داره و ورود پیدا میکنه. مثال بعدی، اینا تو دانشگاه هستن و از اون خانم خوشش اومده، میخواد به این خانم نزدیک بشه، میخواد یه جزوه بگیره، سوال بپرسه. ببخشید من دیدم که شما همیشه سر کلاس ریاضی استاد هر وقتی که سوال میپرسه جواب میدین، یا جزوهاتون رو مثلا دورا دور نگاه میکردم دیدم که بچه‌ها جزوهای شما رو دریافت میکنن. اشکال نداره که مثلا من ریاضیم خیلی ضعیفه، یه وقتایی سوالام بیام از شما بپرسم. این اصلا به چشم یه آدم حول یا به چشم یه آدمی که اهل لاس زدن هست که به نظر نمیاد. خیلی هم با کلاس و آدم حسابی اومده. دقیقاً اومده و از این طریق میخواسته نزدیک بشه و بتونه یه رابطه رو شکل بده. علاوه یه مثال دیگه بزنم، یه روز همسر من آقای احسان نبود و من باید میرفتم که نون میگرفتم چون نونم تموم کرده بودیم. من تو صف نونوایی وایساده بودم، دیدم که یه دختر خانومی یه کتاب به دست داره کتاب میخونه. من به عنوان یه روانشناس که اونجا داشتم نگاه میکردم خیلی خوشم اومد چقدر این زمان براش مهمه و از فرصتاش بلده چجوری استفاده کنه. همون موقع یه آقایم تو صف نون وایساده بود که دیدی که تو صف نونوایی یه نونه که یه دونه نون میگیرن، اونایی که تعداد زیاد چند تایی تو صف چند تایی وایساده بود، من تو صف یکیا، بعد اون خانم تو صف چند تایی وایساده. اون آقا داشت این خانم نگاه میکرد. خیلی قشنگ برای که بهش نزدیک بشه میدونین چی کار کرد؟ رفت گفت که خانم ببخشید میتونم اسم کتابتون رو بپرسم، دارین چی میخونین؟ خیلی برام جذاب بود که بعد شروع که باهاش صحبت کردم، من داشتم گوش میکردم. کتابش چیه؟ نویسندش کیه؟ بعد شما همیشه از فرصتاتون این شکلی استفاده میکنید؟ بعد همینجور اینا تا زمانی که نوبتشون شد حدود یه ربعی بود داشتن با هم دیگه اصلا یه بحث شکل گرفت. دیدم که چقدر قشنگ. آخر دفعه هم شماره دخترا رو گرفت و رفت. باریکلا. خیلی قشنگ بود دیگه. این یه رابطه سازی خیلی قشنگه. بعد مثلا چجوری بعد یه آقای دکتر 35 ساله که الان از زمانی که عمومی میخونده تا زمانی که الان داره تخصص میخونه، رزیدنت، شیفتای شب داره، از یه پرستار تو بخششون خوشش میاد، نمیتونه بره بهش بگه و من دیدم که واو چقدر قشنگ این آقا رفت ارتباط ایجاد کرد، درخواستش داد، شماره هم گرفت، تمام. خیلی خوب بود. خیلی قشنگ. اگه بخوایم مرحله واسش بذاریم، میخوام ببینم مرحله به مرحله بهمون میگین چجوری بریم جلو. دقیقاً میخوام یه چارچوب داشته باشه که قشنگ رعایتش کنیم واسه ارتباط سازی. حتما. بچه‌ها نگاه کنیم، مهم نیست رابطه قرار از کجا شروع بشه. رابطه میتونه تو اینستاگرام باشه، رابطه میتونه تو دانشگاه باشه، رابطه میتونه توی یه اداره باشه، رابطه میتونه از یک اتوبوس باشه، از تو اتوبوس باشه، مترو باشه. دقیقاً ممکنه شما برای یه کار اداری رفتین توی اداره، مثلا ممکنه که توی مهمونی دعوت شده باشین، ممکنه توی تولد دعوت شده باشین. اصلاً مهم نیست رابطه از کجا شروع میشه، ولی خیلی مهمه که شما به عنوان کسی که میخواین رابطه رو استارت بزنین بلد باشین چجوری رابطه رو شروع کنید. حتی بچه اینم بهتون بگم اصلا مهم نیست که خانوم باشی یا آقا باشید. اتفاقا خیلی‌ها فکر میکنن که رابطه خوب رابطه‌ای که اون آقا پسر شهامت اینو داشته باشه بیاد جلو و بگه که من از تو خوشم اومده. نه، مهم نیست که شما خانوم هستین یا آقا باشین، شهامت اینو داشته باشید که برید جلو و قاطعانه و خیلی زیبا بتونین درخواستتون رو بدین و رابطه رو شکل بدین. حالا سوالتون یه بار دیگه میپرسین علی آقا؟ من میخوام ببینم اگه یه مراحلشو بخوایم بگیم چه مراحلی رو پیش بریم. این که گفتین خانم آقا، اگه مراحل خانم و آقا فرق میکنه یه دور مال خانوما رو بگیم یه دور مال آقا. آره، مثلا بگیم یه مثال خانم بگیم که اصلا رایجم نیست. خیلی. مثلا بیا اینو فرض کنیم که یه خانم برای یه کار اداری یه روز قراره از تهران با هواپیما سوار هواپیما بشه بره اهواز مثلا. خب یه سفر کاری 2 روزه داره و باید برگرده. میبینه مثلا میاد توی قبل از اینکه گیت باز میشه اینا میرن کارت پروازاشون رو میخوان بگیرن، اونجا وایساده تا زمانی که اینا سوار میخوان بشن و برن. میبینه که یه آقای خوشبر و روح، خوش استایل، خوش تیپ اونجا وایساده و تنهاست. اون خانم هم خب به لحاظ هیکل و چیزی که داره میبینی دیگه در دنیای مطلوب که در بعداً جلوتر توضیحش خواهیم داد،
میاد نگاه میکنه خب ویژگی‌های ظاهریش چیزی که مثلا من دوست دارم، آره قد و هیکل و قیافش چیزی که من میخوام و دوستش دارم. خب چیزی هم که تو اولین مرحله مهمه همینه دیگه، تو باید ویژگی‌های ظاهری یکی رو ببینی، پسندش کنی، انتخاب کنی و استارت بزنی بری جلو. حالا این خانم میتونه چه کار رو انجام بده؟ مثلا میتونه بره جلو، چمدونش رو با خودش ببره، بعد به اون آقا بگه احوال پرسی کنه، وقتتون بخیر، عذرخواهی میکنم، میتونین چند لحظه چمدون رو من نگه داری، من تا برم سرویس بهداشتی برگردم. میره برمیگرده، بعد بگه که ببخشید من برای اولین بار دارم میرم اهواز، حتی اینکه واقعا قبلا اگر رفته دیگه تو میخوای یه گفتگویی رو باز بکنی، یا اینکه میتونی صادقانه تر رفتار کنی، به دل بیشتر بشینه. مثلا میتونی شروع کنی که شما بار اولتون میرین اهواز، من اولین باره، اصلا نمیدونم به نظر شما الان تو این تایم و فصل داریم میریم هوا چجوری اهواز معمولا؟ یه سوال رایج، سوالای خصوصی نپرسین تو دیدار اول، شغلت همون لحظه بپرسی، یه چیزای عمومی بپرسی که الان مثلا معمولا تو این فصل اهواز هوا چجوریه، من 2 روز میخوام برم، پلن خاصی هم ندارم برای اهواز گردی، اصلا نرفتم، دیدم هیچی نداشتم، اصلا وقتم نکردم سرچ بکنم، شما میتونید به من کمک بکنید، راهنمایی کنید مثلا من چه جایی رو میتونم برم. این تایم اداری، من اون سر کار هستم، باید برم یه کار اداری رو انجام بدم، از این تایم تا این تایم آزاد هستم. بعد شما شروع کنین بحث گفتگو رو باز کردن، اینقدر بتونین اون قشنگ ببرین جلو، بعد میتونین کم کم بپرسین که مثلا در مورد خودت اول صحبت کن، من برای این کار دارم میرم، دانشجوی فلان هستم، رشته تحصیلیم این هست، در مورد خودت صحبت کن. آدم‌هایی که شروع کننده هستن، آدم‌هایی که میتونه در مورد خودش شفاف سازی کنه، میتونه خودش رو پرزنت کنه، میتونه خودش رو توضیح بده، میتونه ارتباط چشمی داشته باشه، لبخند بزنه و صمیمانه رفتار کنه، به دل میشینه، اعتماد شکل میگیره. اون آدم میتونه به این دختر اعتماد کنه. بعد وقتی که من شروع میکنم از خودم گفتگو کردن، به نظر چه اتفاقی میفته؟ اونم شروع میکنه از خودش گفتن میگه. اگه خوشش بیاد فکر کنه، اگه خوشش نیادم که جواب سرسری میده بهمون. به عنوان یه آقا، اگر که من یه دختر باشم شروع کنم گفتن و شما بفهمی که از شما خوشم اومده، اگر خوشتون بیاد چه رفتاری انجام میدی، اگه خوشت نیاد چه رفتاری انجام میدی؟ اگه خوشم بیاد که منم خوشوبش میکنم، از خودم شروع میکنم تعریف کردن. اگه خوشم نیادم یا از آشناییتون خیلی خوشبختم، بلند میشم میرم. دقیقاً همینقدر راحت. و اون دختر تکلیفش روشنه، ولی رفته استارتر رو زده. بچه‌ها اون شهامت مهمه. شهامت مهمه که من برم شهامت اینو داشته باشم که بتونم گفتگو کنم، نترسم، اینقدر اینو انجامش بدم، بالاخره یاد میگیرم که چجوری ارتباط رو استارت بزنم. میخوام ببینم یه دختر خانومی که مذهبیان، یعنی باورای مدلیه که یه ذره سخت‌تره بخوان جلو برن، اونا چی کار میتونن بکنن؟ چه مثال خوبی زدی علی آقا. اتفاقا ما هم خیلی زیاد داریم دخترایی که میان توی دایرکت اینستاگرام من به من پیام میدن که من از یه خانواده خیلی سفت و سخت و مذهبی هستم، یا اینکه عقایدی دارم که وقتی وارد جامعه میشن به لحاظ اینکه چون مذهبی هستم یا چادر دارم یا حجاب خیلی پوشیده دارم، خیلی وقتا نمیتونم برم جلو چون همش درگیر این قضاوت هستم، اگر برم به من برچسب بزنن. میگم اینا چه کار کنم؟ ببین اون مثال قبلی که من زدم مهم نیست که اون خانم چادر داره، حجاب داره، حجاب نداره. یه سری روتینیه که یه سلسله مراتب عمومیه که شأن اون خانم حفظ میشه. شما وقتی در مورد آب و هوا میپرسین، وقتی در مورد خودت صحبت میکنی، وقتی در مورد شغلت میگی، وقتی در مورد این که من اینجا دارم میرم اهواز چه کاری رو دارم انجام میدم، نه شأن تو بردی زیر سوال، نه حد تو رد کردی، نه مرزهای اون آقا رو رد کردی. یعنی زشت نیست. خیلی تو میتونی دوستانه لبخند بزنی، نگاه کنی و ارتباطت رو بگیری و باش گفتگو کنی و خیلی هم جذابه. حالا میخوام ببینم آقا پسره چجوری بره جلو؟ بسیار عالی. آقا پسرای عزیز ما چه کار کنن؟ چه جمله خوبی. بچه‌ها مثلا یه مثال مهمونی، عروسی، تولد، اصلاً مهم نیست که توی پسر کجای قصه این داستان هستی و میخوای رابطه رو شکل بدی. فرض کن بریم توی عروسی یه سارا خانم خوشگلم اونجا هست که این آقا آرش چشمش اون سارا خانم وسط گرفته. علی آقا تو عروسی اولین چیزی که واقعا مشخصه چیه برای پسر که بخواد در موردش گفتگو کنه؟ تیپ و ظاهر معمولا خیلی مشخصه. حالا بستگی به عروسی، مدل موهایی که وجود داره و کلا. دقیقاً
چیزی که اون آقا میتونه شروع کنه در موردش صحبت کردن، چیزی که در ظاهر اون داستان داره میبینه. ببین اون آقا پسر چیزی که نباید بگه در مورد اندام اون دختره. اینجا خط قرمزه. برای شروع رابطه نرو بگو که چقدر استایلت قشنگه، بگو که چقدر موهای قشنگی داری، مثلا چیزای خیلی عمومی تره، مثلا رنگ لباست خوشگله. وارد مرزش نشدیم. اگه بگم لباس چقدر قشنگه، مثلا اینجوری باشه که مثلا برو عقب، ای واسه چی داری نظر لباسش مرز نیست، ولی اندام مرزه. اندام یه آدم مرز جنسیشه. وقتی که شما در مورد تو یه نگاه اول، گفتگوی اول به در مورد اندام یه خانم صحبت کنی، به چشم چی میای؟ همون اصطلاحی که گفتیم، اون هیز میزنه و مخ میزنه، لاس میزنه و حتما هم دنبالش چیه؟ دنبالش رابطه جنسی میگرده. پس اصلا با این شروع نکنیم که استایل چقدر قشنگه. بعد چون معمولا 2 ناحیه هست که سری دختر ذهنش میره اونجا، پرونده بسته است. در مورد چی میتونه صحبت کنه؟ چقدر لباستون برازنده‌تونه. جمله رو نگاه کن، خیلی با کلاسه، خیلی با کلاسه، قشنگ من جای اون دختر خانم باشم میگم عجب آدم حسابیه، چه جمله‌ای گفت، قشنگ جمله جذابه. یا این که بگی که مثلا او لباسشو فرق میکنه دیگه، خیلی فرق میکنه. اون یه آدم مخزنه، این که با پرستیژه و میخواد یه رابطه عاطفی رو بسازه، میگه که چقدر لباستون برازنده تونه. اسم من، بعد خودش معرفی کنه. من آرش هستم، خیلی خوشبختم شما رو میبینم. بعد اونم خودش معرفی میکنه، مثلا میگه منم سارا هستم. این چقدر قشنگ میشه یه رابطه رو شکل داد. حتی میتونه بگه مثلا بره جلو. یه مثال بعدی، ببخشید خانم کفشاتون خیلی قشنگن. من یه خواهر دارم که عاشق اینه که کفش پاشنه بلند بپوشه، ولی کفشای پاشنه بلندی که هر وقت ما رفتیم براش خریدیم یه جوری بوده که بعد کمردرد شده یا نتونسته بپوشه. من از اون موقع که شما رو نگاه می‌کردم احساس کردم این کفش خیلی کفش راحتی و میتونم این کفش رو برای خواهرم تهیه کنم. اشکال نداره بپرسم این کفشتون از کجا خریدین؟ قشنگ سر صحبتو باز می‌کنه. سر صحبت بعد اون میگه از فلان جا آدرس گرفته. بعد مثلا کم کم همینجوری دیگه شروع می‌کنه صحبت کردن، همینقدر راحت. فکر کنم اینجا دیگه راجع به خودمون صحبت کنیم اون ارتباط شکل میگیره. یعنی یه ذره راجع به خودمون، خواهرم، دقیقاً مهمونی اینجا از سمت کی اومدم، راجع به خودم بگم، اونم خوشش بیاد راجع به خودش. اصلا میتونه در مورد کلکسیون کفشای خواهر شروع کنه صحبت. من یه خواهری دارم که عاشق کفشه، ما همش باید بریم برای یه دونه کفش بخریم و من فکر میکنم این کفشا همونی که همیشه دلش میخواسته. شروع کنه صحبت کردن. خانم خانی اگه شروع کنه صحبت کردن، در واقع ما چراغ سبز رو گرفتیم. دقیقاً. حالا میخوام ببینم اینجا اگه ما شماره رو بگیریم رابطه آغاز شده یا نه همچنان باید بریم جلوتر کار دیگه ای بکنیم. علی آقا میدونید سوالتون مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که من یه آدمیم که دنبال کار میگردم، یه آگهی کار تو اینستاگرام میبینم، بعد زنگ میزنم میگم که من فلانی هستم، فلان تخصص رو دارم، آگهی شما رو تو اینستاگرام دیدم. اونا میگم شماره‌تون برام بذارید ما بهتون زنگ میزنم و ممکنه هیچ وقت زنگ نزنم. چقدر جالب. آره. شماره دادن و شماره گرفتن هیچ وقت به معنای اینه که قرار رابطه شکل بگیره. ممکنه فقط شماره رو بدیم و بگیریم، زنگیش وقت اتفاق نیفته. پس مرحله بعدش هم خیلی مهمه که من چه جوری مرحله بعد رو برم جلو. خانم خانی ما حالا تو مهمونی هر جایی که هستیم شماره تلفن رو گرفتیم، چه دختر باشم چه پسر. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی بچه‌م الان شماره رو دارم. اوکی، با چه کار کنم؟ اولا که تو شروع کننده رابطه بودی، مهم نیست خانم هستی یا آقا، پس خودت با شروع کننده پیام باشی یا زنگ باشی یا تماس باشی. بهتر این که تو بار اول وقتی شماره طرف رو میگیری، برای که حس اعتماد رو ایجاد کنی تماس بگیری تا اینکه مسیج بزنی یا توی پلتفرم های اینستاگرام، تلگرام یا واتساپش براش پیام بذاری. چرا؟ چون صدا لحن داره، صدا انرژی داره، صدا لبخند تو، غم تو، شادی تو به مخاطب القا میکنه. تو وقتی زنگ میزنی میگی سلام آقا آرش، حالتون چطوره؟ من آرزو هستم. ببین چقدر فرق میکنه تو اون پیام بگی سلام آقا آرش من آرزو هستم، اون با لحن خودش، با فکر کن که تو SMS میدی، اون آدم از صبح سر کار بوده، سرباز بوده، بیمارستان بوده، شیفت شب بوده، معلم بوده، استاد دانشگاه بوده، میاد خونه آخر شب میخواد مسیجاشو جواب بده. حالا همچون خب حالا که چی، حالا مثلا یه سلامم به ما کرده، آره سلام کردی، سلام شکل کنه گرفته، ولی زنگ بزن. خوب این اینجا خیلی مهمه که من تماس میگیرم، یه سوال خوب میپرسم، سوالا رو آماده کن. آره سوالا رو باید آماده کنیم. یعنی چی؟ یعنی که اون دختر خانم تو فرودگاه بود، شماره هم گرفته دیگه، زنگ بزنه بگه خوبی شما، من سارا هستم، تو فرودگاه 5 ساعت پیش شما رو دیدم،
من الان کارم توی این اداره تموم شده، میخواستم برم اهوازگردی، میشه چند جای خوب رو به من معرفی کنین؟ زنگ بزنه بگه سلام من سارا هستم، خوبین شما؟ خدا قوت، کارهای امروزتون خوب پیش رفت و اهواز؟ کارهای من که عالی پیش رفت. سر صحبت رو باز میکنه. آره کار من خیلی خوب پیش رفت، زنگ زدم بگم کارهای شما خوب پیش رفته؟ خب خدا رو شکر، الهی شکر. کاری از دست من برمیاد براتون انجام بدم؟ خب بعد اینو که گفت، ببخشید هدفشو باید بگه. من تماس گرفتم خدمتتون بپرسم که غذای خوب اینجا کجا سرو میشه، یه غذای ایرانی، یا مثلا من عاشق فست فود هستم میخواستم برم فست فود بخورم، میشه به من یه فست فودی خوب رو معرفی کنین اینجا؟ شکل گرفته دیگه. تو سریع بعد از اینکه شماره رو گرفتی یه 2-5 ساعت بعدش هم زنگر زدی با یک هدف خیلی خوب و مهم. و اینجا فقط نگوی حال چطوره، اون آدمایی که مخزن هستن زنگ میزنن چطوری سارا، چه کار میکردی، اهواز چطور بود، خیلی چیپو که حال به هم زن و واقعا که نیست. دقیقاً. خب حالا این پس اینجوری، حالا بریم مثال اون آقا آرشی که بود تو مهمونی از اون خانم لباسش تعریف کرده بود، میتونه چیکار کنه؟ زنگ بزنه بگه من دنبال آدرس اون فروشگاهه میگردم، آدرسشو بدین. میتونه بگه که داشتم از شما تعریف میکردم برای خواهرم، گفتم زنگ بزنم حالتون رو بپرسم، یه چیز این مدلی دیگه. دقیقاً. دیگه چی میتونه بگه آرش؟ کلا یه ذره خوشو بش کردنه فکر کنم. بعد داشتم من الان به این فکر میکردم که اگه شماره یا اون کسی که شمارهشو در واقع بهمون داده شماره ما براش بیفته، اگه خوشش اومده باشه خیلی خوشحال میشه. یعنی من داشتم یه لحظه تصور میکردم که اون کسی که من خوشم اومده اگه بهم زنگ بزنه یه لبخند میزنم میگم اوه بهم زنگ زده. اینم به نظرم خیلی میتونه جذاب باشه. دقیقاً کیف میکنه علی آقا. یک از چیزای دیگه میتونه بگه اینه که من زنگ زدم از شما قدردانی کنم، اینقدر خواهرم از این کفش خوشش اومده که به من گفته باید زنگ بزنی، ازشون تشکر بکنی که منو بعد از 5 سال در جستجوی کفش پاشنه بلند نجاتم داده. و ببین چقدر خوبه علی آقا، ببین. آره اونم که دیگه کیف میکنه، اون واقعا کیف میکنه، حسابی کیف میکنه. میخوام ببینم ما اومدیم و زنگمون رو زدیم و صحبت کردیم، مرحله بعدی میشه اولین قراری که میذاریم، درسته؟ یه مرحله دیگه هم باید قبل از قراره بچه ما چند بار پیام بدیم توی پلتفرم های مختلف یا مسیج بدیم، ازش اجازه بگیر. اشکال نداره من هر از گاهی به شما یه دونه پیام بدم حالتون رو بپرسم؟ اون اگر از تو خوشش اومده باشه میگه خواهش میکنم، خوشحال میشم. چرا که نه؟ بله حتما مشتاق دیدارتون هستم یا مشتاق شنیدن صدای گرمتون هستم. از این واژه‌های دوستانه صمیمی میتونی استفاده کنی که تو هم نشون بده که منم از تو خوشم اومده و این رابطه استارتش یه شروع خیلی قشنگ میتونه باشه. خانم خیلی متشکرم ازتون. قشنگ این شروع فکر کنم کامل جا افتاده باشه. در نهایت ما این پیغامو نباید با رفتارمون برسونیم که من اومدم تو رو هی نگاه کنم، اندامتو نگاه کنم، دنبال رابطه کوتاه مدتم، که برسونیم ما رابطه خوب میخوایم بسازیم، بعدش هم نترسیم، اشکال نداره میریم جلو. اگه خوشش بیاد اون طرف مقابلم در واقع میاد پا به پامون. اگرم خوشش نیامده بود که خوشش نیامده بود. جلسه بعدی، قسمت بعدی بریم سراغ اون جلسه اول و دیت اول صحبت کنیم. حتما اگه که نیاز باشه فرایند این که چجوری تو چت کردن با هم دیگه صحبت کنیم توی قسمت بعدی حتما در موردش صحبت میکنیم. خانم خیلی متشکرم ازتون. ارادتمندم علی آقا. متشکرم، مرسی که همراهمون بودین. قسمت بعدی میریم سراغ این که دفعه اولی که با هم دیگه دوتایی میریم بیرون میخوایم چی کار بکنیم، چجوری اون رابطه ها رو بسازیم. قبل از اینکه بریم حتما لایک و سابسکرایب یادتون باشه. اگه هنوز سابسکرایب نکردین همین الان وقتشه. و مجموعه روانشناسی پل یک مجموعه روانشناسی آنلاینه که بهترین روانشناسای ایران رو گلچین میکنه. میتونید با خیال راحت از داخل ایران و خارج ایران وقت بگیرید. به روانشناس مجربت پل بزن. هفته آینده میبینمتون. خدا نگهدار.